شاه آریامر. جمهوری اسلامی زایده حکومت شاه است. جمهوری اسلامی به چه دلیل پدید اومده؟ اگر رسانه‌های آزاد وجود داشت، مردم آگاهی داشتند، از آگاهی حتی نسبی برخوردار بودند، فردی مثل خمینی میتونست بیاد و به عنوان رهبر در انقلاب سوار بر موج انقلاب بشه و مردم رو به این روز برسونه. فرقی بین کاخ و بیت نمی‌بینیم. در فساد بین کاخ و بیت هم فرقی نداره. این رو ما نمیگیم دیگه، خود شاه اومد و در پیام آخرش در 57 گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. شما ضد ظلم و فساد به پا خواستید و من نمیتونم اون رو تایید نکنم. پدر و پدر بزرگش 50 سال در ایران حاکم بودن. این که هنر نیست معروفیت. عملکردش چی بوده؟ این رو بپرسید. چیکار کرده؟ در موج سبز با اصلاح طلبها کاملا راه افتاد، پیام داد، ازشون درخواست کرد که همکاری هم بکنن، اونها جواب ندادن. با خاتمی که در تماس بود، اونها بهش در دوره خودش به خمینی جلاد مردم ایران نامه نوشت که حاضرم در جنگ من شرکت کنم، که اون اصلا با تمسخر در نماز جمعه گفت بچه جان پولاتو میدوزن برو. در هر مقطعی سعی کرده که از اون موجی که در جامعه هست استفاده بکنه به نفع خودش. هیچ وقت و هرگز پاسخگو به سوالهای جدی نبوده. همش نوشتاری داره میخونه، نوشتن رو از رو که معلوم نیست حالا کیا کسایی که براش می‌نویسن، یکیش که اون هم ازش جدا شده در حال حاضر نیست، آقای نیکاهنگی کوسر و خیلی‌های دیگه. مردم ایران باید یک مسئله اساسی رو بدونن، کسانی که پاسخگو نیستن خطرناکه. زمینه فساد در اونها هست، تموم میشه. ایشون حتی یک مدرک دانشگاهی هم نداره. ایران پر از افراد نخبه و ستاره. هر فردی رو شما باید از اطرافیانش بسنجید. میگه اینا از من نیستند. آقا همیشه با شماست، فلانی و فلانی چپ و راستت ایستادن، رئیس دفترت. همسر ایشون هم در مورد بنده و خیلی دیگه نوشته، رسما نوشته اینا تروریست هستن، فلان هستن. این تقسیم کار شده. شاه خوب و وزیر بد. فضایی رو ایجاد کردن در رسانه‌های خارج کشور که خیلی ها ناآگاهانه به کسانی که در زندان هستن مشکوکن. مثلا میگن فلانی در زندانه و این عامل جمهوری اسلامیه، اما اینی که داره جهانگردی میکنه برای خودش، اون اصله و اون اصیله، اون رهبره. قصد برگشت به ایران هم نداره. ده ها بار این رو گفته در محافل خصوصیش. افراد مبارز میتونن افراد مبارز رو دور خودشون جمع کنن، افراد صادق میتونن افراد صادق رو دور خودشون جمع کنن. ما در داخل ایران ندیدیم که در جای در کردستان عملی بشه شعار ضد کردستان رو در تهران بشنویم. این در خارجه، این بازی‌ها در خارجه. مردم داخل ایران هم دردشون مشترکه. مثلا خطر تجزیه ایران بیشتره یا خطر وجود جمهوری اسلامی؟ به گفته اینها مردم ایران قیام نمی‌کنن علیه جمهوری اسلامی چون می‌ترسن کشور تجزیه بشه. کدوم تجزیه؟ شما نگاه کنید در دوره رضا شاه کوهستان‌های آرارات رو تا شهر وان رو بخشیدن به مصطفی کمال آتاتورک، به ترکیه. اومدن در دشت ناامیدی در منطقه شمال سیستان و بلوچستان رو بخشیدن به افغانستان. رضا شاه بخشید. تاریخ رو ورق بزنید. چرا؟ فشار انگلستان که حالا مهمترین دلیل کم آبی اون منطقه به خاطر این هست که اون منطقه در دست افغانستان و طالبان فعلی هست. الوندرود رو کامل دادن به عراق اون موقع تحت قیومیت بریتانیا بود، هنوز تحت نفوذ بریتانیا بود. یعنی تمام اینها رو بریتانیا با زور انجام داد. بی سر و صدا کشور رو تجزیه کردن. در دوره محمد رضا شاه بحرین رو خدمات امریکا رو نگاه کنید، راههای مهمی که ساخته شده که ما هیچ وقت در ایران چنین راههایی نداریم. یعنی 66 ها 55 ها 409، یعنی شمال به جنوب، شرق به غرب آمریکا یک قاره رو به هم وصل کردن. کسی در مورد روزولت این رو میگه؟ کسی اسم رئیس جمهوری که این همه خدمات رو انجام، تازه رئیس جمهور بوده، این همه خدمات رو انجام داده صحبت میکنه؟ اینها در 50 سال 4 تا راه و دانشگاه ساختن، اونم در دوره مدرنیته که دنیا مدرن شد. افغانستان هم بهش به مدرنیته رسید و افغانستان اون دوره هم تونست دانشگاه بسازه. با این که اینا میگن این رو اسمش آبادی گذاشتن. در با این حساب باشه 50 سال دیگه باید یه سری از بازماندگان آخوندها بیان بگن که آقا در دوره خامنه‌ای اینترنت به ایران رسید، در دوره خامنه‌ای اینقدر دانشگاه ساخته شد، رفسنجانی این همه دانشگاه ساخت و اینها رو بیاریم ملاک خدمتگزاری. وظیفه حکومت دار، دولت مدار خدمت و آبادانی هست، وظیفشه، خارج از وظیفش نیست. ولی چرا پایدار نماند؟ چرا این همه کبکبه و دبدبه در 24 ساعت فرو ریخت؟ برای اینکه مردم با اینها نبودن. دموکراسی ما نداشتیم. ممکنه اراده برخی کشورها، گروهی تندرو در اسرائیل یا گروهی تندرو اینور یا در عربستان سعودی بخوان چنین نمونه‌ای رو دوباره بر مردم ایران تحمیل کنن، ولی نسل زد، نسل دیجیتال این رو نمیپذیرن. اینها مقلد نیستن. ممکنه قدیمی‌ترها هنوز جان نثار و پابوس باشن، ولی نسل جدید پابوس کسی نیست. انسان‌ها برابرن، انسان‌ها از حقوق
یکسان برخوردار هستند. هیچ کسی نمیتونه از قله قاف به مردم در اون پایین نگاه بکنه و ادعایی هم داشته باشه. جمهوری اسلامی در داخل ایران ترسش، نگرانیش از خیابان هست. ما باید بر داخل ایران تمرکز بکنیم، اعتبار بدیم به مبارزان در داخل، صدای اونها باشیم، تقویت کنیم اونها رو. اگر میتونیم وسایلی رو به دستشون برسونیم که بتونن از خودشون دفاع بکنن و سازماندهی رو براشون آسان بکنیم بدون اینکه ادعای رهبری مردم رو داشته باشیم. به داخل ایران به قهرمانانی که در داخل داریم متکی باشیم و در مورد سازماندهی اونها فعالیت کنیم.